نورانیا بین یکی دو نفر نورانیا مگه توپ میده به کسی و محمد ایلیا نورانیا پاس عالی فرصت برای کیا گل سوم آره گل سوم اشتباهات محمد صالح زاکری رو زیاد بوده حالا پاس عالی آفساید که اصلا نبود 2 در مقابل 1 پاس میده یا نه نه نداد اینم گل سوم ریحان رضی کنترل کرده ریحان رضی داخل باکس یک دقیقه بعدش کاتبک عالی دروازه خالی که باز شد الان هم که بازی ادامه داره و فرصت است برای گل سوم کیا 11 و دروازه ای که باز شد و مانی کوکبی چه خواهد شد صدای سود حرکت به سمت زده شد و اینم گل 4 اول یعنی اوج جذابیت در سر صد محمد مقیمی جنگ محمد مقیمی و آفکا کیا دیدنی میتونه باشه واسه عالی محمد ایلیا نورانیا زد و گل اول سمت چپ ریحان رضی توپ رو میسپره خیلی خوب میتونه شوت بزنه فراهمه ضربه ای که میزنه چه سوپر زیبی رو داشت محمد امین یعنی شاهدی ارسال بلنده شاهدی به تیر 2 ضربه سری که زد ضربه کوکبی و سیب عالی با پا کلیم از کامپیوتر امیرحسین محمد بود موتورسیکل کاملا موفق کوکبی عالی ایمانی کوکبی و رسید رد شده دوباره برگشت بازی به کیا واسه سایپای اومد برداره چقدر خوب مانی کوکبی اونجا رقابت دستید و بد داد و چه حسی میخوره که چرا زودتر نداد جایی که تکنه دارمعالی حضور داره دارمعالی نتونست به خوبی تو رد کنه تقریبا زدم و محبت باز نبوده زایپا دیگه خیلی برد تو دعوا اونجا و دستای مانی رو بردم به بازی کنه امیرعلی شیخی خود شیخی و تو ویدیو عالی واسه کیا حالا ضد حمله برای سپیدای کیا این سر عالی مانی کوکبی و پاس داده به ریحان رضی
کیا دوباره خالی میگرده واسه دادو کار تحجیاری و مهدری کیا فاصله کوتاه واسه کیا موقعیت مناسب دارن رو تصمیم بگیره اون گوشی که زمین رو با یک چپ اصلا قشنگ محمدی توپ سر تمیز شاهری پاس و داد موقعیت داره کار ترکیبی خبر حسابزد نیست ارسال انجام میشه زمین شد گل دومه تکلش عالی بود یانه رزی مانی کوکبی رو راه انداخت مانی کوکبی با پای چپ سر توپ زد با پای راست پاسشو داد کنترل کیانی عالی بردن اوبلم شب داره میزنه خودش زد کیا مانی کوکبی این بار ارسال نکرد کوکبی یک و داد دوره قشنگه اون جوال واسه عافیتی ارسالی که چقدر خودش این کار رو انجام بده. ایلیا نورانیان پاسش نرسید به محمد طاها امین در سمت چپ. حالا موقعیت جدی تره که نباشه و باید دید واکنش تیم کیا به این نتیجه کیایی که نیمه اولم انصافا آوردن امیر محمدی به بازی یعنی خیلی زود میخواد پلنهای دیگرش رو اصلاح بکنه. پلنه جوونی رو یه جوره میکس کرده یعنی بالا سر تهران خروج داوران قشنگ که پاسی داده امیر مهدی قومی یه نفر دومی رو رد شد و رسون به وادی کوکبی طراحی ضد حمله برای کیایی‌ها یه دونه از اون ارسالای زیبا چه پاس رو به جلوی نشد توی ادامه گل تصاوی بلند عبیدپور رسید به مانی کوکبی و سر توپ مانی کوکبی و پاسی که رسون به عبادات کیانی انداخت دوباره تو گل عبادات کیانی ریسکی دو که بعد جوری زدش آقا چه به موقع حالا زدمه باز هم با سیم کیا رو برداشته مانی کوکبی رو راه انداخت و مهدوی کیا رو یه دور زد مانی کوکبی رو باز هم رو برداشت کار قشنگ مانی کوکبی بیاد نیست واسه آریو مهدوی کیا نشد یه کوکبی واسه موفق کوکبی اولی دومی اول هم میشه رو برداشت خطر گره بعد رو زیادتر رو گرفته فعلا عقبه که جاده شد مانی کوکبی خود به سمت چپ حضور باز این خط رو انجام داد اعتراض شدید بازیکن و مربیان تیم کیا را هم همراه داشت. مانی کوکبی پاس به سمت شاهدی مانی کوکبی رفیده ما که کوکبی پاسای خوبی میده حالا یه دونش نمونه داد داره یعنی مانی محمدی میخواد داره داخل کوکبی طراحی مانی کوکبی رو ضد حمله برای که قرمزهای کیا ولکنش نیست چسبیده به این بازیکن میشه برگرده رو به عقب و تعویض منطقه بازی جایی که ما دیدیم نورانیان از کنترل نصف و نیمه نورانی رو پا چپ